خدا قوت جانانه هم میخوام در این لحظه بگم به همه فرشتگان سفید پوش و مدافعان سلامت کشورمون که چند ماهی هست درگیر کرونا هستن و در جبهه خط مقدم کرونا دارن فعالیت میکنن و تلاش‌های خستگی ناپذیری دارن، چون اعتقاد دارن که کرونا را شکست خواهیم داد و به یمن تلاش‌های بی‌شائبه همه این عزیزان میخوایم یه نماهنگ تقدیمتون بکنیم، بالاخص به کادر پزشکی و مدافعان سلامتمون، این فرشتگان سفیدپوش که اسم نماهنگ هست فرشته ها، با صدای شهاب شکیبا. های ما فرشته گریه ها کرده، به شوق زندگی دادن تمامش رو فدا کرده، به رسم عاشقی اما هنوز تو سنگرش مونده، الان ماهاست که دلتنگه، نگاه مادرش مونده، یه دستش به تو بالاست، یه دستش ماسک و دستکش، رقص و گریه تن داده واسه تزریق آرامش. گل میریز از خندت، دور ترس و دلشوره، بمون زیر همون سقفی که چار دیوارش از دوره، بمون تو خونه امنت که داره از صفا کاشی، بذار جای غم و حسرت به عشقت مبتلا باشی، بمون خونه عزیز دل که بیرون سایه مرگه، کسی که قفلو بشکونه دیگه هم سایه مرگه، یه روز میاد همین روزا که بیدل شور دست میدیم، با عشق و صبر و آرامش کرونا رو شکست میدیم، یه روز